میگه مطمئنی رژیمیه؟ میگم آره بابا خیالت راحت. اسفناجا رو اول بریز توی ظرف، بذار قشنگ بپزه. حالا وقت مزه‌دار کردن مرغاست. سینه مرغ از وسط نصف کردم، بهش نمک و فلفل و زردچوبه و یه کوچولو روغن زیتون زدم. تابتون رو بذارید داغ داغ شه. بعد از اینکه مرغ یه مقدار استراحت کرد و طعم به خوردش رفت، میذارید روی تابه بدون روغن گریل بشه. به اسفناجتون یه مقدار قارچ هم اضافه کنید و بذارید اون هم بپزه. بعد از اینکه مرغ گریل شد میریم سراغ ساندویچ. نون باگت یا هر نونی که دوست داشتید و بازش کنید. من بهش سس مایونز کم چرب زدم. میتونید 0% هم استفاده کنید. یکم کلم ترش تخمیری هم قبلا درست کرده بودم، اونم بهش زدم. اسفناج، قارچ و مرغارم بهش اضافه کردم. روشم یه مقدار پنیر پارمژان زدم. سس خردلم میتونید حذف کنید ولی خیلی خوش طعمش میکنه. حالا بذارید توی تابه داغ داغ، روش یه ظرف بذارید تا محکم این ساندویچ به هم بچسبه و اون حالت کریسپی رو بگیره. اینم از یه شام جذاب و خوشمزه و سالم.